اگه ما امی را گفتنیم که هزاران رحمت به همه جناب عالی که چخل بگم آدم یک راهبر یک عائله های زوری همو آدم به یک عائله نمیرسه لیکی که این زوری ای اول خداوند چخل که به تمام تاجیکستان به تمام روی دنیا این آدم عزت احترام میکنه رشا یافتگی خطی همه پشتی و بلندی و خاکساری و همه نشست و چیزی که باشه خلق ما را میکنه میگه همه حجتاشون مهیا میکنه هزاران رحمت به همه جناب عالی ما که اینقدر دلی بزرگ داره و در تئاتر مشکوس که کار میکردیم و در اونجا گسترول میومدیم با همه دنقره را گسترول میومدیم بعد به همه آدمای پیش قدمی نمی چوپانا را و همین چورا اینطوری شده اگه بریگاده نه و میوردن اینطوری ماشین رو مشروب شدن چی میرا اینطوری همچنین آموده پدرکه میوردن بعد در طور همین ماشین بارتوان ما میبرومدیم برای همو انا بزم میکردیم انا چی میکردیم که همین خودش با زبان خود گفت که ما قدر سلامتچه بودیم که افای که چهره میومد برآمد میکرد در همه جا همین لطه کش بستگی داکا همون خیلی بود تا حیاتی که ما حاضر هستیم ما امور همه خیلی میبینیم همه خیلی زنی خداداد آدم که تماما لباس ملت خودشا نپرتافت هزاران رحمت به نهایت را جناب عالی مردی بزرگ بود از خدا رحمت کنه مادرش که همه خیلی فرزنده تولد کرده است تربیه کرده است خرم است پشوند است این طریق آدم برآوردگی آسان نیست بهترین آدم خداداد آدم است اگر ما هر یکی ما هزاران بار شرونه کنیم میلیارد بار شرونه کنیم کمر به همتری راهبری دولتی ما امام علی رحمان کلاب ترا خاک بزرگان دانمه هم منزلی حضرتی امیر جان خانمه یک کف نمکت باگن چی دنیا ندی همه هرگز نرود نامی خوشت از جانمه شما فلک در کجا میخوندین؟ ایاپاتون یاد گرفتین یا کی؟ ایاپام اگه شاگردی که ایاپات باشه یکی ها میگه ایاپام میرفتین یک یک خط میرم؟ قط ایاپام تو یاد آخر میگشتیم دف میزدیم دوره میزدیم سرآوازش میگرفتیم قطیش شینم با بلندیات را یاد کنم آیم و گذرگاه تو فریاد کنم هماش جوابم ندی عمرم به تماشای تو برباد کنم اینه برای کی میخوندی؟ خیلی میخوندم شمتا فرزندم رفته دنیا
در می‌بیسته برای مادر میخونم، برای فرزند میخونم. مسکوس که در مکتب میانه را بود کن، بعد اپام گرفته و پلو و بردیم. زردالو زردی غور رنگ هممانه ای خورد کلام نصیبی مرگ هممانه ای خورد کلام خدمت پیران نکنه در گوشه‌ام زمین خوابه ما یه روز گفتیم پیش شما بریم، گفتم کم کم مزه‌تون نبود، یک دم پیش هم خیلی بود؟ واه مزم نبود خیلی ایشالا با امر خدا مزه را با خداوند خودش جمع گیر میکنم با بندش هم میتر. اپا دلچیره یک چند وقت بود که شما یکون بار آوازتون را بدر نکردین. میرانیم نه اومد خیلی بگو لیچنیدم بندشه در خواب کم برای اشربم میگه بلند نگوشه نمیتونم بلند نگو پس بگو پس بگو که خود ما بشنویم دیگران نشنون. میگه که جان مادر به زمین زمین جانی پیسریه ای با مهری بلند آسمانی پیسریه به شاه و ستون بقا ندارد خانه ای تو شاه و ستون نی خاندانی کیسریه جان دلم خواهد روم بر کوی مادر وجودم پر شوده از بوی مادر تمام روی دنیا را بگشتم ندیدم روی خوشه جز روی مادر مادر جان مادره. سلامت باشی. آوازتون هم خیلی موندگی یکم چی نشست کن؟ سوز آوازتون؟ سلامت باشی. نه ولی چه نبرمدگانی سوز بوده. خیلی چه هستم آواز ما او چیزی که دلی ما هست خیلی گفتن نتانستم.